یه چیزی هست که بانک‌های وال استریت ازش استفاده میکنن. ربات‌های الگوریتمی ژاپن بر اساسش برنامه‌نویسی شدن و تریدرهای خرد سراسر دنیا بهش زل زدن و هیچ کدومشون همدیگر رو نمیشناسن. یه عدد که نه تو دانشگاه هاروارد بهت یادش میدن، نه تو کتاب‌های اقتصادی رسمی نوشته شده. یه عدد که از یه فرمول 800 ساله میاد و امروز داره میلیاردها دلار رو تو بازارهای مالی جابجا میکنه. تا آخر این ویدیو این راز رو کامل برات باز میکنم. اسمش رو بذار 0.618. بریم برگردیم به سال 1202 میلادی. یه ریاضیدان ایتالیایی به اسم لئوناردو فیبوناچی یه چیزی کشف کرد که خودش هم فکرشو نمیکرد 800 سال بعد تریدرهای بیت کوین باهاش زندگیشون رو بسازن. یه دنباله عددی 1 1 2 3 5 8 13 21 34. قانونش ساده است. هر عدد جمع دوتای قبلیشه. ولی حالا دقت کن. اینجا جادو شروع میشه. اگه هر عدد رو تقسیم بر عدد بعدیش کنی، مثلا 55 تقسیم بر 89، همیشه یه عدد ثابت میرسی. 0.618. این عدد اسمش نسبت طلاییه و اینجاست که ماجرا ترسناک میشه. این نسبت فقط تو ریاضیات نیست، تو ساختار دی ان ای وجود داره، تو چیدمان دونه های آفتابگردون، تو مارپیچ صدف حلزون، تو شکل کهکشان راه شیری، حتی تو نسبت های صورت آدم هایی که دوستشون داریم همونا رو میبینیم. انگار یه کد مخفی پشت کل جهان هست و حالا داری میفهمی که بازار مالی هم از این قانون فرار نکرده. حالا بذار ببرمت وسط ماجرا. تصور کن بیت کوین یه رشد وحشتناک داشته. از 30,000 دلار رسیده به 60,000 دلار. همه دارن جشن میگیرن. همه فکر میکنن به بهش رسیدن. و بعد یهو قیمت شروع میکنه به برگشتن. آماتورها وحشت میکنن. دستشون میره روی دکمه فروش و فکر میکنن همه چیز تمومه. ولی یه گروه کوچیک از تریدرها کاملا آرومن. چرا؟ چون اونا میدونن قیمت داره میره به سمت یه ناحیه‌ای که بهش میگن جیب طلایی. یه ناحیه بین 0.618 تا نیم. فاصله که همون حرکت صعودی طی کرده و اونا فقط منتظرن. و درست همون لحظه که همه دارن جیغ میزنن و میفروشن، انگار یه دیوار نامرئی جلوی قیمت سبز میشه. فروشنده‌ها خسته میشن. خریدارهای جدید از هر طرف هجوم میارن و قیمت مثل توپی که محکم به زمین برخورده پرتاب میشه بالا. این اتفاق تصادفی نیست. این نه یه بار نه دو بار بلکه صدها بار تو تاریخ طلا، فارکس، سهام اپل، بیت کوین دقیقاً به همین شکل تکرار شده. و حالا سوال اینه چرا؟ خب وقتشه راز رو برات باز کنم. آیا این یه جادوه؟ نه. راز واقعیش خیلی ترسناکتر از جادوه. چون این باور جمعیه که واقعیت رو میسازه. دلیل اول، میلیون ها نفر از بانک های غول پیکر گرفته تا تریدر خونگی که همین الان داره این ویدیو رو نگاه میکنه، همه دارن به یه نقطه مشخص روی نمودار نگاه میکنن. وقتی این حجم عظیم از سرمایه همزمان توی یه ناحیه سفارش میذاره، خود همین تجمع قیمت رو واقعا برمیگردونه. این یعنی چی؟ یعنی همه با هم دارن یه پیشگویی رو خودشون تحقق میبخشن. باور جمعی بازار رو کنترل داره میکنه. دلیل دومش، تئوری امواج الیوت میگه بازار هیچ وقت مستقیم بالا نمیره. بعد از هر حرکت قوی یه اصلاح طبیعی میاد. بازار داره نفس تازه میکنه. ولی اگر روند واقعا قدرتمند باشه، این اصلاح از 61.8% حرکت اصلی بیشتر نمیشه. انگار بازار یه مرز نامرئی داره که نمیتونه ازش رد بشه. اما دلیل سوم و شاید مهمترین راز کل این ماجرا، وقتی سطح 0.618 با یه حمایت قدیمی، یه میانگین متحرک یا یه خط روند دیگه دقیقاً روی هم بیفته، اونجا دیگه واکنش قیمت بوم، انفجاریه. چند تا نیرو با هم توی یه نقطه جمع میشن. حالا بذار یه سناریوی واقعی رو با هم زنده کنیم. قیمت طلا از 1800 دلار شروع میکنه به رشد و میرسه به 2000 دلار. یه حرکت 200 دلاری قوی و پیوسته. بعد قیمت شروع میکنه به برگشتن.
تریدر آماتو رو صفحه زل زده، قلبش تندتر میزنه، انگشتش رفته روی دکمه فروش و فکر میکنه همه چیز داره از دست میره. ولی یه تریدر حرفه‌ای درست همون لحظه آروم نشسته، چارتش رو باز کرده، خط فیبوناچیش رو کشیده و میدونه دقیقاً کجا باید صبر کنه. $1876 دقیقاً روی سطح 0.618. قیمت نزدیکتر میشه، نزدیکتر، و درست همونجا یک کندل چکشی شکل میگیره. حجم معاملات یهو منفجر میشه و قیمت برمیگرده. این بار قوی تر از قبل شروع میکنه به صعود. کسایی که این لحظه رو شناختن وارد شدن و سود کردن. کسایی که ترسیدن و فرار کردن فقط از پنجره تماشا کردن که فرصت داره از جلوی چشمشون رد میشه. ولی صبر کن. قبل از اینکه هیجان زده بری سراغ چارتت، باید یه چیز رو صادقانه بهت بگم، چون این نکته خیلی ها رو ضرر میده. فیبوناچی جادو نیست، تضمین نیست. خیلی وقتا قیمت از 0.618 رد میشه و بدون توقف ادامه میده. خیلی وقتا زودتر رو 50% برمیگرده. این یه ابزار احتمالیه، نه یه پیشگویی قطعی. تریدرهای حرفه‌ای واقعی هیچ وقت فقط با دیدن یه خط فیبوناچی وارد معامله نمیشن. اونا صبر میکنن تا یه الگوی کندلی تایید کننده شکل بگیره، حجم معاملات این حرکت رو تایید کنه، یا این سری با یه حمایت و مقاومت قدیمی هم پوشانی داشته باشه. فیبوناچی تنها فقط یه احتمال بالاست. فیبوناچی به علاوه تاییدیه یه سلاح واقعیه. پس دفعه بعد که قیمت داره سقوط میکنه و همه دارن پنیک میکنن و میفروشن، یه نفس عمیق بکش. یادت باشه که شاید قیمت داره دقیقاً میره سمت همون نقطه‌ای که میلیون ها نفر رو کره زمین منتظرشن. نقطه‌ای که از یه فرمول 800 ساله میاد، ولی همین الان، همین ثانیه داره روی نمودارهای لحظه‌ای بازار جادو میکنه. 0.618 فقط یه عدد نیست، زبان مخفی مشترک بازارهای مالی دنیاست. اگه این راست چشمت رو باز کرد، لایک کن و سابسکرایب کن، چون دفعه بعدی قرار یه راز خیلی جذاب از بازار مالی برات بگم.